مقامات انتظامی توجیکستان خبر حمله به منزل یعقوب سلیمов سابق وزیر کارهای داخلی در شهر دوشنبه را رد میکنند. خبر حمله در 3 هفته پیش رو که دیروز سامانه اخبارکام نشر کرد در حال واکنش پسر یعقوب سلیمov را در شبکه فیسبوک به بار آورد. به این بحث اوانگارد یکی از سازمان‌های طرفداری حکومت توجیکستان نیز همراه شده با لحن شدید واقعیت نداشتن این خبر را انکار کرد. میرزانبی خالقزاد از پی آموزش این موضوع بود و حالا امکان داریم تفصیلات را از او بشنویم. درود بر شما. اصل بحث از کجا سرچشمه میگیرد و نزدیکان یعقوب سلیمov و مقامات امور داخلی در این باره به شما چی گفتند؟ تشکر شهلا. دیروز سامانه اخبارکام از قبل خویشاوندان یعقوب سلیمov نوشت که ساعت 3 شب 18 اوگوست یک گروه آدمان ناشناس که در تن لباس سیاه و در رو نقاب سیاه داشتند با 2 میکرواتوبوس رنگش و شیشه های سیاه بی رقم وارد خانه یعقوب سلیمov شده شیشه های ماشین رنج راور او را حتی شکستند. یعقوب سلیمov بلافاصله به وزارت کارهای داخلی خبر داده است و تا بیرون برآمده است که حملگران فرار کردند. هنگام فرار آنها با یک لحن پر از دشنام به طرف یعقوب سلیمov فریاد کشیدند که خائن وطن تو حالا باز نقشه تبدلات داری؟ به گفته همصحبت اخبارکام با گذشت بیش از 1 ماه مقامات تا حال نتوانستند حملگران به منزل وزیر سابق کارهای داخلی را معین و دستگیر کنند. ولی تلاش‌های ما از اینجا و همکارانمون در دوشنبه تا کنون نشان داد که هم مقامات امور داخلی و هم پیوندان یعقوب سلیمov واقعیت داشتن این خبر را رد می‌کنند. خب به هر حال تاکنون مقامات به طور رسمی به خبر حمله واکنش نشان ندادند. طور معلوم یعقوب سلیمov از محبس در سال 2016 رها شد. آیا تا این دم به او همچنین حالتی رخ داده بود؟ ببینید به این شکلی که حمله یا کدام سوء قصد رخ نداده است، ولی یعقوب سلیمov بعد رهایی‌اش از محبس برای کتابخانه زندان رقم اول دوشنبه حدود 300 دانه کتاب‌های بدیهی تاریخی می‌خواست تقدیم کند. اما مقامات ریاست زندان‌ها کتاب‌های او را بلافاصله پس گرداندند و قبول نکردند. دیگر طی این چند سال تا جای خود یعقوب سلیمov در صحبت به رادیو آزادی و به دیگر رسانه‌ها گفت با طبابت پایهایش و چشمانش مشغول بود و طبق آخرین خبر وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان بعد 2 سال رهایی از زندان صاحب دوگانه یک پسر و یک دختر شد و به زندگی آرامش ادامه می‌دهد. یعقوب سلیمov در شبکه اجتماعی فیسبوک صفحه خودش را باز کرده بود ولی با سبب‌های برای ما نامعلوم تا کنون ظاهر نمی‌شود. یادآور می‌شوم که سال 2005 دادگاه عالی تاجیکستان یعقوب سلیمov را با جرم‌های سنگین چون خیانت به وطن، کوشش غصب حکومت، راهزنی و سوء استفاده از منصب به 15 سال زندان با مصادره مال و ملک محکوم کرده بود. یعقوب را از اردن و مکافات‌های دولتی هم و همچنین از عنوان گنرال نیز محروم کرده بودند. سپاس برای صحبت مفصل با شما.